زینب؟ احمق، از کجا برآمد کارم را ویران کرد؟ کنی تو کودک رو نگاه کن. بیا زینب، رفتیم. این چه گفت رئیس؟ وقتی انتخابات رسیده است و آواز جمع کرده ایستاده اید. تو کی شده ای که با من این رفتار میکنی؟ تماما از حد گذرانده ایستاده یوسف. این هنوز هیچ چیز نیست رئیس. حالا چونان از حد میگذرانم که خدا خواهد این دهه از همه‌تون خلاص میشود. گپ نزن یوسف، گپ نزن. مرا در پیش همه شرمنده کردی. کاری را کردی که باید نمیکردی. اصلا این رو خودتون کردید رئیس. او پولی مرا دزدید. من پول مولی شما رو ندزدیدم یزنه. اما امینه این خیل نمیگوید. چی؟ امینه اینها رو گفت؟ الیف، پیش درا، زود باش. نه، الیف همراهی من میرود. بیا الیف، میرویم. یوسف، من به شما نشان میدهم. دخترم رو به شما نمیگذارم. حسنو، چه خیل کرده نتوانستی؟ اپا، چی هم کرده میتوانستم؟ نخست رئیس برآمده ماند. او چی کار میکنه در آنجا؟ از کجا میدونم؟ همه با یوسف یگان دردی دارد آخر. در اصل این فرصتی خوب است. چی بوده است؟ در حالتی که همه از یوسف قصد دارند. باز چی نقشه کشیده ایستاده دو چه؟ عبدی، دیه را دو تقسیم کردن، یا با یوسف یا با قرجانی ها. ما با آدمان کار و پول میدهیم. از ما همه اشان قرض دارن. یوسف چی داده میتواند؟ خلق همیشه طرفداری پرزر هاست. اپا، عجایب گپ زدید اپا. البته اگر تطبیق کرده توانید. این معنا دارد که در اطرافش یگان کس نمیماند. شما با ما از جدا کردن و تیکه و پاره کردن گپ زنید، بس است. عبدی، با دقت باش. ما وقتی پاره کردن همش از ما شود میگوییم. از این به دست دیگر کس فایده نباید رسد. پروا نکنید و چه؟ تا آدمی که شما با مایید از دست ما چیز را گرفته نمیتوانند. مسئله مرافعه زمین چی؟ اون را دیده برآمده ایستاده اید؟ زینهار و کار را تنها به خلیل نگذارید. کدام وقت چه خیل احمقی کردنی او معلوم نیست. آقا باز آمدی ابله. چند بار شو رفته آمده ایستاده ای. یک بار هم دردت رو نفهماندی. دردی من به شما معلوم است. به شما این پول رو داده رفتن میخواهم. نه، پول در خودت ماند. نمیروی. در نزدی من در اینجا میمانی. مادرم، دادرم و تمام ده برزیدی من از شاکیر. به من یاری میرسانی. گپتون برای هم قانون است آقا. یوز، کنی؟ بیا زینب، ما به بالا برمده در سیر میکنیم. رو جانکم. اوفی، این کار باز چقدر دوام میکند یوسف؟ عذابش را کودک کشیده ایستاده است. همیشه همین خیلی نیست ایشه خوله. عمر همچی عذابایی نکشید. همش نظم می شود خدا خواهد. امروز فردا نظم می شود. حاضر رفته با توران گپ میزنم. انشاءالله بچم، انشاءالله. این کودک دفترش را فراموش کرده. زینب، دفترت مانده است. الیف، اگر خواهی کمی ایست. علی جنگیز هنوز به خود نآمده است به فکرم. درست، باز کمی انتظار شوم. یوسف، با گفته های امینه نیز اهمیت نده. احوال او هم مشکل. چه کار کردنش رو نمیداند.
یوسف سلامت باش یوسف. مرا از یزنه محافظت کردنت چه خیل گویم جوان مردی کردی. نمیخواهم که به تو یگون ضرر رسد الیف. جما چیکار کرده ایستاده در اینجا؟ خس کنی گیلاس خس. خورده ایستادم دادا. در قهوه خانه پشه پر نمیزنه تو باشی گیلاس هر بخوری. چیکار کنم دادا؟ آدمو رو از دستشون خپیده به زوری بیارم. لازم آید آن رو هم میکنی. به زوری زیباگی نمیشه دادا. به این سین سال آمده ده حالا همین رو نمیفهمید. بس کن ابله دراز نکن کنی راه گرد. رئیس. حسنو برادر خوش آمدی. بیا بیا از اینجا گذر. حضرت خانم چی خیلند؟ نغزن با تو سلام میگویند. در نبودن من دیه را خالی نمانند میگویند. البته حسنو برادر گپ نیست. اما تو قهوه خانه را پر کردن نمیتوانی. چی خیل میشود این؟ زیغ نشو. حضرت خانم آن را هم فکر کرده است. با تو گفتنی های دارم. لیکن به این کودکی نابکارت رفته گوی که به ما قهوه بیارد. جما یک قهوه بیار. مایلش. معلم لعنتی باز آمد. صحبت ما هم درباره اوست. قهوه. تو با من یک چای بیار فاضل. مایلش. خوش آمدید جناب یوسف. خوش باشید. با این کار یگون راهی حل یافتنمان لازم تو را نکه. چاره‌اش را یافتیم جناب معلم. کار تطبیق شده ایستاده است. ما زینب را میگیریم. شاکر برآمده میرود. خوب و کیزبان رو چخیل روزی میکنونید؟ کیزبان با شاکر نکاح رسمی ندارد جناب معلم. کیزبان حالا همزن فاضل است. اما احوال فاضل معلوم است. و این نکاح همچون نکاح رسمی به شمار نمیرود. تشکر فاضل. باز نکاح میکنند. توران کیزبان چی میگوید با این کار؟ کیزبان چی میگوید؟ دیگر چاره ندارد. در وقتش برای پول شده اکم را به این حال آوردند. اکنون هر چیز لازم آید میکنند. پول باشد پول. خواستگیشان را دادیم به این هم. لازم آید باز میدهیم. بین اکنون فاضل صاحبی نام هم شده است. خدا را شکر. کیزبان دخترش را میخواسته باشد به نزد فاضل برمیگردد. کار همین خیل حل میشود. اوچم روزی است که تو رو ببخشد که روزی است میگویم. کی رو میبخشیده است عبدی؟ دیوانه شده ای تو؟ کی بودنی اوچم رو حالا هم نفهمیده ایستاده یکه. اوچم حزال قرجون. خیر ای نکن. اگر خواهد تو رو در 10 دقیقه نیست نابود میکند. اوچم نقشه های نو دارد. دهاتی ها رو به انتخاب کردن مجبور کرده ایستادن. یا طرفداری ماین یا دشمنانمون. در مدت کوتاه از یوسف خلاص میشویم مکه. اوچم میخوان که تو مسئله زمین رو زود حل کنی. میفهمی؟ زمین رو با یوسف نده که. سفسطه نگوی عبدی. این قدری بد نی. اکه غوله چوب ها رو مایلش من دیرتر میویم آقا. تو با این آدم چیکار میکنی اکا؟ وای تو رو فروخت. اصول های مادرم رو استفاده کرده ایستادم عبدی. یک روز این خیل یک روز آن خیل. بیا باران میبارد بیا دوران بیا چه خیلی گفتم. گذر خانان آخرینم همین است یوسف. احوال فاضل معلوم است. او رو در این حالت تنها گذاشته نمیتوانم. او اکای من است یوسف. مردم حاضر مرا نقد گوش کنید. و شما از حضرت خانم سلام آوردم. میدونید جراحی مشکلی گذران، اما
کسی رفته با او همدردی بیان نکرد. با این نگاه نکرده ازل خانم شما را بخشید. یک دقیقه جناب رئیس. در باید کشوده باشد که انسان ها در آیند. ҳазал хонум ба кӣ дар кушодааст ки интизори одамон мешавад? дар байн ягон гуноҳе нест ки бахшидан лозим ояд. ман намедонам. ҳазал хонум шуморо бахшиду, аммо ки тарафдори ӯ аст ва ки тарафдори ӯ нест донистан мехоҳад. ҷаноби раис, вазифаи наватон байни мардум ҷудоӣ андохтан аст. раис бошед барои якҷоягии деҳа кор кунед. ман барои кӣ ва барои чӣ кор карданамро бисёр нағз медонам. ҳақиқат ҳамин аст ки ҳазал хонум касе ки тарафдори ӯст мукофот медиҳад, аммо ҳар касе ки ба ӯ зид баромада якравӣ нишон медиҳад ва оқибаташ тоқат кунад. аз ман хоҳиш карданд ки тарафдоронашонро донанд. ба кӣ چی مکافات دادنشان را هم دانند. من آن جایم. کسی که خواهد آمده خود را به من نشان دهد. کسی که نمی خواهد چای ارزان می نوشد، اما در این دهه دیگر نان نمی خورد. فراموش نکنید از گلوی همتان نانی ҳазал خانم می گذرد. خوردگی هایتان اگر خواهید که در گلویتان نماند به هر حال فکر کنید. ایستید. نروید. نرو. با این گپ‌های بیهوده سرخم نکنید. رفتن. دهه‌مان را روزهای نغز انتظار است. پگاه که دعوا را برد کنیم با ساختمان شروع میکنیم. و این ساختمان که آغاز یافت امکانیت کارهای نو میبراید. در دهه نیز آبادی سر میشود. همه آهسته آهسته حل میشود. نکنید. نروید با اونجا. در پای خود ایستادن را یاد گیرید. فهمید آخر. جدایی انداختن میخواهند. با گرسنگی ترساندن میخواهند. گپ‌های بیهوده اند اینها. چه خیلی گپ‌های بیهوده یوسف. راست میگوید رئیس. هفته گذشته همه را از خواجگی نرانده بودند، مگر مردم از گرسنگی جان میکندند. یوسف تو با ما میگویی که آینده‌مون خوب میشود، اما ما گشنه هستیم. گشنه میفهمی؟ رفتیم چی گوشمی چی نه چوی تلخ چوی تلخ چوی تلخ رفتن. амина чӣ хел пул будааст? пуле ки али чингиз мегӯяд ту хабар дорӣ? не шукри апа, намедонам. ман дирӯз омадам. аз куҷо медонам ки али ҷенгиз пул пинҳон кардааст? ё тавба, аҷабо ҷимо гирифта бошад. гарчанде ин корро намекунад, аммо кӯдак аст охир. مرحمت شوی برای سلامتی. از بین اینها یک گروه جدا کن. افت و اندامشان درست‌تر بودگی ها را نزد اپا هم بریم بگاه. این را درست فکر کردی. من هم زیارت کردگی می شوم. مایلش. جمو یک ساعت در اینجا شدیم. چای میبیاری یا نه؟ البته انتظار میشوی. کفیدی معقول نباشد به وای قهوه خونه را. با من نگاه کن جمو. این چه گپ گفتگیه؟ با مشتری این خیر رفتار نمیکنن. از کاری کرده شما چی فرق دارد؟ آدم ها را ترسانده به زوری به اینجا میآورد. همینش درست است. گپ نزن، کارت رو کن. نمیکنم کار پار. این خیلی کار نباشد بهتر. به زوری مشتری جمع کرده ایستادید. حرام است این، حرام. جما اینجا بیا. اینجا بیا. هم خودشان به خراجانی ها غلام میشوند، هم بعد من گناهکار میشوم. پرتافته میروم.
партофта меравам. Ана бад мебинанд. جمو؟ ساکینه؟ چی گپ شو جمو؟ با کی دو زده ایستاده؟ کجا میروی؟ هیچ کجا. من تو رو نگرفته میروم مگر ساکینه؟ با کجا میروم؟ من به هیچ کجا نمیروم. علی رو محکم کردن. راحتم در خانه خلیل آقا به نهایت خوب است. بیا مون این گپ ها رو ساکینه. تو به من وعده داده بودی که یعنی برای جان خود خلاص کردن، وگرنه این از دوستاریت نبود. من دوست میدارم و چی خیلی یعنی؟ دیوانه. ساکینه ایست. چی گفتم که من به تو آخر نبیا از قفایم جیمو. مرا شرمنده کردی. نبیا. یوسف اکا، با فکرتون من این دختران رو فهمیده میتونسته باشم؟ جما، تو اول خودت رو بفهم، بعد اونها رو فهمیده میتوانی. برون برو ابله. یعنی برو. آقا جان. کیف کنی ابله. کیف. کی با تو گفت که نون دوست کن ها؟ کی گفت؟ برو نون رو بدوزدی. برو چی نون دوزدی نکنی؟ کی با تو گفت؟ ابله کی گفت؟ کی با تو گفت؟ کی با تو گفت که نون رو دوزدی کنی ابله؟ کی با تو گفت؟ عبدی برو مدوزدی. عبدی بس کن. بس کن. میکشه کودک را. نونی مرا دزدید یوسف. اما من نداشتم معلم جان. پول نداشتم معلم جان. چی میوردی ابله؟ ناساس. پول داشته باشه که بیاری ابله. عثمان طلبای من است عبدی. بباشه نیست که بهوده دزده کند. پرسیدی چرا این کار کرده است؟ شاید در حقیقت احوالش وزین است. درد سری من کم است مگر یوسف. باز عثمانش هستی دیگرش هستی. دردی آنها رو من فکر کنمی. نان من رو دزدید ابله. یا پولش رو بیارد یا شطر رو میخورد. فهمیدی؟ گیر پولی نانت را و دیگر کسی را نان دزدید گفته لطو کوب نکن وگرنه پشیمانت میکنم. عثمان چرا این خیل کردی؟ عثمان چقدر شرمساز شدنم رو میدونی؟ لیکن با من گپ زدنت لازم. چرا نان رو دزدیدی؟ چون که گوش نیم معلم جان گوش نیم. یعنی چی خیل؟ معلم جان قراجانی ها هفته گذشته پدرم رو از کاری خواجگی پیش کردن. چی؟ یگان کشت و کاری هم ندارید مگر؟ پدرم زمین خورتکه که داشت کمی قرضدار بودن. از این رو زمینشان رو به قراجانی ها دادن. اوچه با خدا که من یگان پول نگرفتم. با شما قسم میخورم حتی خبر هم ندارم که پدرم پول دارد. جمو با من راستش رو گفته ایستاده ای؟ با شما قسم میخورم اوچه قسم میخورم. کی با شما گفت که من کردم این کار رو؟ کسی نگفته است بچم کسی نگفته است. چیکار کردن میخواد اوچه؟ پدرم چیکار کردن میخواد؟ اگر میدونستم بچم اگر میدونستم. چیکار کردن میخواد نفهمیدم. بس نیست مگر اینقدر عذاب‌های دادهشون. اکنون باز مثل دزدان به من معامله میکند. خدای. خب باشه جان. خب تو زیغ نشو. تنها ما نیستیم یوسف. مثل ما شاید 25-30 اویله باشد. پس چرا یگان کار نکرده نشسته اید؟ برای یگان کار کردن حتی حرکت هم نمیکنید. چیکار کرده میتوانیم یوسف؟ از کی چی پرسیده میتوانیم؟ درد همه به خودش معلوم است. همه در دست خراجانی ها بازیچه شدند و خلاص. اگر خراجانی ها با یگان کس مراجعت کردن هم رو فهمند. این خیل کار می شود مقدره که این چی معنا دارد؟ از ظلم آنها دهاتی ها از گشنگی مرند مگر؟ عثمان بر این کودک های زیرک دوست شوند مگر؟ با این خیل نشستنتون چی حل می شود؟ این خیل نمی شود. چیکار کنیم یعنی؟ بعد از سلاح گرفته پران کنیم؟ هرگز برعکس.
هیچ سلاح استفاده نبرده بسیار خرجانیو نس نشوند یگون چیواز نمیشود یوسف. نه نیست شدنش را بخواهید، نه سلاح به دست گیرید، اما دست به دست گیریم و زوراوری نکرده بسیار چیزها رو حل کرده میتوانیم. چرا این کارو کردی امینه؟ چیکار کردم من الیف؟ بیامون از برای خدا، خود رو به نادانی نزن. چرا به ازنم دروغ گفتی؟ الیف من در اصل یعنی علی جنگیز یک بارا به من دوغ زد. ترسیدم، دلم از تماما خنک شد امینه. هیچ نباشد من به ناموسم الیف. تو چی ها میگویی امینه؟ فریب میکرده باشم تنها یک کس رو فریب میکنم مثل تو خود رو با ناموس نشان داده. انا بعد با یوسف گپت رو دانسته گوی امینه. چی کار هم میکردم با یوسف؟ الیف، به یاری تو احتیاج دارم، بسیار مهم. به همش نگاه نکرده اینها آدمانی بسیار با ناموسند و چه از هر کس مدد نمی جویند، لیکن در دست چیزی ندارند. همه چیزهایشون را به قراجانی ها داده چندی وقت می شود که در عوضش برای یک پولی نوچیز کار می کنند. در دست ذخیره هم ندارند، ناعلاجند. از سببی که یک هفته باز از موزی کار هم ماندند، با فرزندان گشنه و تشنه نشستند. پسرم، این خیل باشد در حال به پخت و پس شروع کنیم. اقلا این شب را گرسنه نگذرانند. من هم همین خیل میگویم. شما چی میگویید سید بابا؟ چی گویم یوسف بچم؟ آنی که خودش سیر و همسایه‌اش گرسنه از ما نیست فرمودند حضرت پیغمبرمان. لیکن با این قدر عائله کمک کردن وقت زیاد طلب میکند. الیف، تو جیمو رو گفته بیا. من باشم مریم اپا هم رو گرفته میارم. بچه، خلیل به این خیل کار اجازت نمیدهد. این را فراموش کن یوسف، نمیشود. کار کرده خود را با دست خود ویران نمیکنم. خطا کرده ایستوده خلیل. اگر با مریم اجازه دهی بین خود و آدمانی که تو امروز برایت کار میکردند پول میسازی. خلق وفاکار است. دستانی رو که با خوبی دراز میکنند در هوا نمیگذارند. تو از این کار بسیار برد میکنی. این کار با سخن بازی نمیشود یوسف. این دهاتی ها را هر قدر مجبور کنی کار میکنند. مان آواره نشو. همیشه مجبور کرده فایده به دست می آوردید. اقلا یک بار دیگر شوید. برای این کار به من کمکی اپام لازم است. گوش کن یوسف، سببش رو نمیدونم، اما سالهاست که در دلم نسبت تو کیم چی خیلی یک مهری هست. یا اینکه شاید حرمت، یعنی تو خواندی و ما نخواندیم. لیکن اقلا یک بار گپم را گوش کن، بیامان این کارها را. از وی کاری دوا نیز دست کش، بسرت بلا گرفته ایستاده ای. بعد حتی من همسری راهش را گرفته نمیتونم یوسف. بس کن خلیل، من با تو همین خیل رفتار کردم. تو هر چیزی که خواستی نکردم، مگر حتی برای حضل خانوم. مریم، من هر چیزی گفتم کردی. رو با یوسف، با این کاری کردگت راضی نیستم، اما از تو قرض دارم. گیر این را، هرچی نباشد مادرم است، برای خاطر مادرم. جیغزن بیاید. مایلش. درآید. شفای و بدرزل خانم. سلامت باشی محرم خوجه. با محرم خوجه یک جفت گفت دهیم. زبان خطش رو هم گیریم. خدا از شما راضی باشد. شفای و بدرزل خانم برایتون دو گویم. با این باشد 3 ساتق زمین ده. لیکن در آمدش کم است.
زبان خطش رو هم از نو کنید. خدا از شما روزی باشه. بسیار زنی سخی است. خدا شفا دهد. خدا شفایش بدهد. شفا یابد حضر خانم. آوردم الیف اپا. مایلش کنی با من ده. بچم کنی بیاید گیرید آش تیار شد. آهسته نسوزید گرم است. آفرین بارک الله. ایستا به تو یاری دهم. جما حالا خوبش را یافتیم. اکنون نوبتی بهترش را یافتن است. از این بهتر چی می شود سید بابا؟ برای انسان شیرینتر از مزدی که با مهنت خود به دست میارد بوده نمیتواند. به این آدمان هر چه زودتر ماهی قپی را یاد دادنمان لازم. از این بهترش انا همین است. انشاءالله سید بابا انشاءالله. پر کن. رفتند همه رفتند همه رفتند. زینب هم نمی آید زینب. من با شما میگویم گپم را گوش کنید. در سایه قراجونی ها بودن همه وقت فایداور است. درست میگوید رئیس. چقدر سخاوتمندند. خدا با آنها عمری دراز دهد. آمین. الله اکبر. خدای توبه. همش نغز این بچه گرنگی ما جیما با کجا گم شده باشد؟ خیر بچه دا رئیس. بچه کیست آخیر؟ خیر خدا قبول کند. کسی را از خاطر نبرارید انشالله. اگر کمی کند یوز را روان کنید علاوه میکنم. مایلش روشه جون مایلش خواطر نشوید. از اینجا سر میکنیم. یوز لیکن بسیار بادی خط باشید. آنها را ناهنجار نکنید. کنی اکنون دروازه روزن. سلام علیکم. علیکم سلام. اگر قبول کنید با شما کمی خوراک آورده بودیم. وای یوسف معلم خوش آمدید. خوش باشی عثمان جان. چی گپ است؟ خوراک آوردم. خیر خدا راضی باشد. نهایت کسی به فریاد ما رسید. خدا از تو راضی باشد. مرحمت. مرحمت امک جان. سلامت باشی یوسف. خدا از همه تو راضی باشد. این طور باشد بیایید ما هم به زیارت ازل خانم رویم. شاید اقبالمون بلندی کرده با ما هم یگان زمین پمین میداده باشند. نمیدونم. با فکرم یک بار روید. خودتون رو نشان دهید. یگان فایده نبینید هم اقلا از بدی قراجونی ها خلاص میشوید. خوش آمدی. ای رئیس کنشین کمتر چخچخ کنیم آخر. نپرس نپرس. وای جیمای لعنتی به دستم افتاد. من میدونم چیکار کنم. خیلی میلش شما با اینجا گذارید. نفهمیدم نگوید. نشنیدم نگوید. اگه بچه ها خوراک تقسیم کردن شدن. هر کسی که میخواد طبقش را بیاره. ایستو کنی ایست. چی گپ شد میگویی تو؟ یوسف معلم خوراک داده استادم به همه هر کسی که میخواد. الان در همان کوچه بالایی. ناز آفرین. کنی رو خدا خیرت رو قبول کند یوسف. گذر بچم گذر. مرحمت. درست کن. از آن نگاه طبقتون رو به من دهید. واه جانکم ما یک بود است ماشاءالله. آنها در آن جویند. پستکش ها
سلامت باشی سلامت باشی صبر کن مرحمت دیوانگی نکن عبدی آنها روند بد در بین مردم جنجال کردن درست نیست باش شود مریم ینگم هم با آنها اصول کنی مرحمت بچه جان آش شود سلامت باشی از همه همون آش شود تشکر زنده بود دیگه دمک جان خدا خیرت رو قبول کنه آش شود саломат боша юсуф аллоҳ аз шумо ризо бошад مرحمت کنی آش شود مرحمت آشتان شود کنی دیهت به من تو نباشی دیگر کسی از احوال ما نمیپرسد خدا راضی باشد ببخشید عیسی بابا دیر موندیم عیبی ما شد قبول کردید این از عالی تشکر میل سلامت باشید تشکر خوراک‌های عایشه بسیار ملذت است با کجا؟ ها؟ از برای خدا این کارو نکنید او بال است بچم گپ نزنید از برای خدا این کارو نکنید او بال است با من نگرید از این پس کسی که یاردم یوسف رو قبول می نماید خوراک ورداش رو میخورد با کارش یاری میرساند دیگر او از ما نیست فهمیده؟ یا طرفداری قراجانی ها میشوید یا از قشلاق دفع میشوید ایران مغزکک فهمیده گیرید کسی که طرفداری ما هست توفه‌اش را میگیرد این کار دیگر علاج ندارد گپ تمام کسی که با یوسف و اویله‌اش داد و گریفت میکند علال خصوص کسی که پگاه در مرافعه شاهدی کردنی است خود را مرده شمارد بهتر است فهمیدید مرا؟ ها؟ خیلی رفتیم سعید بابا کسی نمی آید بله نیست معلوم می شود که در مرافعه کسی ما را دستگیری نمی کند والله بزرگ است یوسف بچم دستگیری نمی کند نگوی دستگیری نمی کنند گویی درست‌تر می شود رفتیم معلم جان بسیار انتظار شده کسی نآمد اگر خواهید برمیگردیم کنه گیر بچم ای عبدی کم آمد شیر بچه ای من جیانی من چی نمیگری؟ تیاره دکا ینگا؟ با چی تیاریم خلیل؟ شما روید من با شاکر می آیم باوری داری که می آیم یکا وکالت مادرم در دست توست اگر نهایی دعوا رو بای می دهیم می بیایم گفتیم کو گم شو تو خلیل این باز چی دعوا است از برای خدا چیز مهم نیست مریم مثل پیشتر بر این است ماشین تیار است آقا میل شاکر آمدم علی چنگیز ترسوندی ما رو آدم بر این رفتار کن به من نگرید از کسی پرسم پول در دست من نیست میگوید جیما هم این خیل کارو نمیکند این طور که باشد پول در دستی یکی از شماست با الیف هم گپ زنید تا بگا
آن پول را در کجایی که پنهان کرده باشد برآرد. وگرنه قسم میخورم همه تان را میکشم. амина кадом пулҳоро мегӯяд ин одам? ду рӯз боз пул мегӯяд. намедонам охир апа. агар медонистам ҳуҷҷатҳои дар даст доштаамон бад нестанд. ҳатто дар ин ҳолат давои муқобилӣ низ шуда метавонем. аммо агар шоҳид медоштем, он вақт гуфта метавонистам, ки даворо бурд мекунем ё ин ки бой медиҳем. ҳар чизе ки аз дастамон омад кардем ҷаноби адвокат, аммо нашуд. мардуми деҳа ба муқобили қараҷониҳо шоҳидӣ додан метарсанд. кӣ будааст ин қараҷониҳо? ҳамин ки даъво тамом шавад, ин масъаларо нағза кард мебинем саид бобо. о юсуф, боз дар як мурофиаи дигар рӯбарӯ мешавем. абдӣ бас кун. майла шака. оғом, агар хоҳед шуморо дар берун интизор шавам. майлаш рав. не лозим не. чӣ гап шуд? худоё тавба. чӣ гап шуда бошад? надонам. намехоҳам. донистан ҳам намехоҳам. тамом. майлаш. рӯз бахайр. рӯз бахайр. намедонам ки ҷимо. элифапа, ин чӣ гап аст? надонам. дирӯз ба ин ҷо дода будед духтара? аҷабо ягон кори хато карда бошем. шояд дар ин рӯзи равшан гуфта нороҳат шуда бошад. не сабабаш ин нест. чӣ шуда бошад эсо бобо? қараҷониҳо дишаб баъд аз рафтани шумо омада ҳамаро тормор карданд, ба ҳама ҷавр карданд. дигар аз онҳо ҳатто хасам намегиред гуфта танбеҳ доданд. ин хел бошад барои шоҳидӣ ба мурофиа касе намеравад. ин рӯзҳоро ҳам дидам. ин қадар ношукрии ҳамдиҳагонамро дидам. ман бепадару бемодар калон шудам. ҳам сағира, ҳам ятимам ман эсо бобо. аммо инро бисёр ҳис накарда будам. инро медонистед? чунки инсонҳои хуби ин деҳа ҳамеша маро каму беш дастгирӣ мекарданд. баъдии баъзе одамонро низ дида будам. аммо то ба имрӯз дар дилам умеде буд. ин деҳа нағз мешавад, ба по мехезад. одамони хуби ин деҳаро зебо мегардонанд гуфта. ҳоло мебинам ин хел нест. не дигар ба ин бовар намекунам. ба ин ҳамдиҳагоне ки ба ин қадар кӯшишу ғайрат ин инсонро бетараф мемонанд. элиф духтара. офарин ҳусну офарин. акнун фаҳмида истодам ки ҷои маро танҳо ту пур карда метавонӣ. аз дастамон меомадагиро карда истодаем апа. яъне деҳотиҳо ҷим шуда монданда? ҳатто чӣ хел ёрдамгириро як сумон, дигар ҳатто саломи акбашиҳоро намегиранд. дар мурофиа шоҳидӣ карданашон бошад. ҷои гап ҳам нест. рав, акнун баро ки ман каме дам гирам. баъд аз мурофиа хабарҳои хуш интизорам. майлаш апа. ҷаноби ҳоким, ҳамаи ҳуҷҷатҳо дар ин ҷо аст. даъвогар Саид Акарсу аз ин тақрибан 12 солу 7 моҳ пештар заминеро ки ба масъалаи ҳамин даъво аст ба шавҳари Фафтида Ҳазал Қараҷон, яъне Ашмет Қараҷон,
به عوض نرخ معین سپاریده است. حزل قراجان به سبب جراحی شدن و در بیمارخانه بودنش در اینجا حضور ندارد، لیکن فرزندانش اینجایند. از جمله همه معلومات و حجت و عریضه‌هایی که به دعوا تعلق دارند در دلیلی که به شما پیشکش کردم آورده شده است. بله. محترم جناب، افسوس که واقعیت در طرزی که همکارم نقل کردند جریان نگرفته است. زمینی ذکر شده و جناب سعید همچون میراث مانده است و همه حجت‌های تصدیق کننده آن در دل پیشنهاد شده آورده شده است. در مدت این وقت جناب سعید عاید فروش زمین یگان شرطنامه به امضا نرسانده است. در برابر این جناب سعید زمین مذکور را تقریبا 37 سال باز کشت و کار میکند و از آنجا حاصل میگیرد. قسم خراجات‌هایش را از سودای حاصل این زمین پیدا میکند و با سبب از جانب کمیته زمین به قید نگرفتن مساحت زمین به قیدگیری‌های لازمه را مثل همه زمین‌های دهه به آخر نرسانده است. دعواگر در این مدت وقت به کشت و کار زمین دوام داده است. بله جناب. تا سال گذشته زمینش را استفاده می‌برد. سال گذشته با سبب وضعیت سلامتیشان مدت کار نکردند. لیکن عاید فروش زمین نیز یگان شرطنامه به امضا نرسانده است. شما شاهد دارید؟ این طور نمی شود جناب. اینجا جایی نیست که هر چی خواهی گویی. این طور باشد شاهد آوردن لازم. قانون از روی این رفتار میکند. فهمیدید جنابان؟ الیف با تو چی شد دخترم؟ هیچ چیز نشده است خاله. شده است. چیزی شده است. کنی اینجا بیا. چی شد دخترم؟ گپ زن. الیف چی گپ شد دخترم؟ گپ زن آخر. این دهگی ها بسیار ترسان چکن خاله. بسیار. گیره نکن. بهترش فهمان چی گپ شد. گیره نکن دخترم. گیره نکن. گیره نکن الیف. گیره نکن جانکی من. تازه کن آب چشمت را. بیخل نکن الیف. الیف. جناب یاکیم، از طرف دیگر شاهد نیافتن طرف دعواگر جای توجه نیست، زیرا کارها مثل گفتگیشان جریان نیافته است. جناب سعید زمین را کشت و کار نمی کند. چه یعنی سعید بابا دروغ میگوید مگر؟ یوسف جناب خود را به دست گیرید. اینجا جایی نیست که هر چی که خواهید گپ زدن گیرید. این طور باشد شاهد آوردنتان لازم. قانون از روی این رفتار میکند. خدا جان. چی گپ؟ درآمد من است. چی گپ است اینجا؟ شما کی هستید؟ جناب حکیم، ما از ایشیل پینر هستیم. به شما بعضی گفتنی ها داریم. من بازی کردن نمیخواهم یا بوزکه من مادرم رو میخواهم. فهمیدی؟ بعضن که خودم تنها موندم فکر میکنم و چه من در نزد قراجانی ها چی کار میکنم میگویم. باز با چنین آدم های بعد در یک خانه ایستادم. اما این خیل نگوی دخترم، تو پیش از همه مادر هستی. مادر برای فرزندش به چه مشکلی های طاقت میکند. یوسف دخترم را ده. خدایا دخترم را ده یوسف. کسمان سرده یابوز یابوز کودک را ده. سرده آچه جانکم. کسبان خطا کرده ایستاده ای. همه ای کار را ویران میکنی. من چیکار کردن نمیدونم. کردار نشوید. راه کرد دخترم، راه کرد.
عیسی بابا، خدا از شما راضی باشد. نقص شد که برای شاهدی آمدید. ده با شرافت شما صاحب چنین یک جایی می شود که سالهای زیاد نسل ده از او استفاده می برند. خدا از الیف دخترم راضی باشد. وقتی که او با علم گریه کردن را سر کرد، فهمیدم که خطا کرده ایستادم. الیف با شما چی گفت؟ ناوده برا حیوانی احمق، چی میگوی اکنون به حضرت خرجانی ها؟ چی میگوی؟ دیمانه من چیکار کردن میتونم جناب عبدی؟ شما گفتید یگان شاهد پیدا نمیشود. ابله یگان فکر میدادی آخر. من یگان شاهدی خلوتی میافتم. یگان چیز میگفتی آخر. عبدی سرده گریز کنی تو با کجا گریخت نمیتونی؟ ناوده برا عبدی خب کن، خاموشین. سرده شم دروغ تا خفتن در میگیرد. کاری میشدگی شد. به این هم زمین از ما نبود، با دست ما نیز نماند. اکا تو چه خیل خرجان هستی؟ چه خیل خرجانی؟ کجا شدی ابله؟ اکنون نوبت من رسید خلیل قرجان. تا به امروز شما ما را فریب می دادید. اکنون نوبت من آمد. نه کذبان نه زینب با یگان تاش کاردار نیستم. این حیاتی من است. همین خیلی زندگی میکنم خلیل آقا. نترس دخترم، همه‌اش گذشت، نترس. بعد از این دیگر هیچ جدا نمیشیم دخترم. پدرت ما را از این جای ها گرفته میبرد. کدام پدرم آجا؟ شاکر پدرت البته. اما خاندانمکم پدرم نیستن مگر؟ من آن کس را خیلی دوست میدارم. هرگز فراموش کن وای دیوانه رو. دیوانه است تو، دیوانه. یارو از خاطرت برو زینب، از خاطرت برو. که رفتیم فوزی زینب 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 فوزیل را براحت. گریز از راهمون. گریز فوزیل. راه گرد دخترم، راه گرد. فوزیل را براحت. سرده میگویم تو را، سرده میگویم فوزیل. فوزیل سرده دخترم رو میگویم. سرده دخترم رو. زینب با کجا میروی؟ اینجا بیا. زینب نگریز دخترم، اینجا بیا. فوزیل 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 زینب بیا برویم، بیا برویم. امینه برو از اونجا. راه براحت شاکر. تو هم گریخته ایستاده ای؟ تو هم گفته چی گفتنی؟ من هم گریخته ایستادم امینه. بیا با جای میرفتگیت برم، خلاص شویم از این دهه‌ای کثافت. من دیگر طاقتی در این جای ایستادن رو ندارم. خیل دعوا از دست داده. چی گپی گفته گیا تو؟ همین خیل شد دوچه، همین خیل شد. شاهد آمدن، این خیل کردن اون خیل کردن دو زمین رو گرفتند. خیر شما چی کار کردید؟ دست و پایتان بسته بود. دست و پایتان بسته بود می. همش گناه ادوکاتی بی عقل بود آخر. با ادوکات کار رو میسپارند. با ادوکات کار رو میسپارند. خلیل چی؟ یگان کار نکرد؟ نه نکرد. او تنها بزنش رو اکبرشوی اردن میکرد.
این چی گفته ایستاده است؟ نمیدونم. یگان چیزی مهم نیست. حسنو این چی گفته ایستاده است؟ در همان کاری به کمبغلان خوراک تقسیم کردن مریم هم اشتراک کرد. چی؟ اما خلیل به این کار چه خیلی اجازت میدهد؟ چرا نه؟ مریم با شما خون خود رو داد کو. با عوضش زمین رو گرفت. حسنو چه گفت ایستاده استین؟ حسنو با من خونی مریم رو داده؟ گپ زنید. ولی اوچه اما مجبور شدیم. خون شما کمیوف بود، در هیچ کجا نبود. تنها مریم داشته است. یعنی حالا در رگای من خون یک باشه ها گشته است؟ 3 ساعت دارید. 3 ساعت پس یوسف باید بمیرد. فهمیدی؟ به شما میگویم فهمیدید؟ یوسف باید بمیرد. به شما میگویم فهمیدید؟ یوسف باید بمیرد. 3 ساعت پس. بروید. دشوید. جناب عزیز، در 2 ماه در اینجا بنا رو ساخته میتوانیم؟ در عالمی سبب ها زندگی میکنیم یوسف. نقشه هست، دیگرش هست. نه به یوسف یک خبر مژده‌آور دارم. در چنین مسئله پیشتر کمی تیاری دیده بودم. در دستم 1-2 نقشه های تیار دارم. آنها رو در اینجا استفاده میبریم انشالله. من روزی دوشنبه به جای در کاری مراجعت میکنم. بین 1-2 روز به ساختمان شروع میکنیم. به خیر باشد انشالله. خدای خداوند هزاران بار شکر. تقا نقشه خوبی کشیده، احتیاط کنیم این کار حل میشود. حل میشود پروانه. نه این دفعه اوچه هم ما رو میکشد. با من باور کنید این دفعه ما رو در حقیقت میکشد. است آخر فکر کرده استادم. یوسف بیا به خانه من میرویم. هم دم میگیریم هم یکون چیز میخوریم. شما روید سعید بابا. من باز کمی نیستم در اینجا. بچم چیکار میکنی در زمینی خالی؟ من حالا اینجا را خالی ندیده ایستادم سعید بابا. این طور باشد میلش. اگر در خیالت کار کرده ایستاده باشه اجرا میشد انشالله. زینب دخترم رو دزدیدن. به ژاندارم خبر دادنم لازم. با کجا می رویم خندانمک؟ خندانمک نه دادا. فاضل بیا گیر زنم رو گیر. مایلش تو با کجا؟ کارم هست کارم. را زمینی نواد مبارک شود یوسف. زمینی من نیست عبدی، از دیها هست، از دیهگی ها هست. وای
дароз накун юсуф, ба мошин шин. агар нашинам чӣ? агар нашинӣ мемурӣ. ту ки мурдӣ аз сохтани ин бино даст мекашанд. як шилпинар асло обод намешавад. кӯдакҳое ки бисёр дӯсташон медорӣ хондан наметавонанд. фаҳмидӣ кани? шумо чӣ мехоҳед? ба мошин шин, гап мезанем. ба мошин шин. духтарам, ҳоло ҳам гирья мекунӣ? не, дигар гирья намекунам. ин деҳаро намедонӣ духтарам. барои ин деҳагиҳо гирья накун. ин деҳа ба ашки ман арзанда нест. аҳли ин деҳа одам мешаванд магар? ин хел буд, он хел буд гуфта ин деҳаро ба чӣ аҳвол оварда расондам. вай вай вай, элиф хонум ташриф овардаанд ку? пулҳои маро ёфтед? ман ягон хел пулро надидам, али Чингиз. набошад кӣ медонад? аз амина пурсед, шояд ӯ медонад. ба ман нигаред, амина куҷост? бояд дар ҳуҷрааш бошад. гурехтааст. пулҳоро гирифта гурехтааст. мекушам амина! элиф, дав ягон девонагӣ накунад. хайр, кани гап занед, чӣ мехостед? кафидӣ, интизор шав. бо ман масхарабозӣ накун абдӣ. агар накунам чӣ? чӣ мешавад? ё маро мекушӣ? не, коре мекунам ки ҳайрон мешавӣ. нее, чӣ кор мекунӣ масалан? юсуф, тағо? юсуф, исто! ист апла, ист! ист мегӯям! исто мегӯям ба ту! тағо, фарид, фарид, фарид! чӣ кор карда шуда апла? аррин! абдӣ, зӯри ту ба ман намерасад. ҳоло ҳам нафаҳмида истодаӣ. то он қадар қуввае надорӣ амдӣ. аммо зӯри ин мерасад. муаллимчаи худписанд. юсуф, юсуф, юсуф! фозил! фозил ист! фозил набиё! набиё ба инҷо! набиё фозил! гурез! гурез фозил! набиё инҷо! хай, кӯдакро вай ба куҷо метавонад барад? ягон фикр дар саратон доред? аз куҷо медонам қумандо? намедонам охир. язна, язна истӣ? аминаро надидед? балозат! язна! амина! язна истӣ? амина! истӣ? фозил! исто, девонаи ҳама! исто! фозил! фозил! тапончаро ба ман де, фозил! ҷӯи обро ҳам канданд, оварданд ба язна! аминаро надидед? бале, дидем, ба тарафи ноя меравад. амина! амина! язна! шумо дар ҳақиқат девона шудаед.
فاضل اینجا ده تپانچه را فاضل تپانچه را ده گفتم اینجا ده گفتم فاضل ایستا بیرون شو فاضل بیرون شو اینجا نمیشه باید با بالای درخت برام فاضل بیا خیر خواهرم در کجاست؟ با فکرم این طرف. بله زینب این طرف گفته بود. قدی درختی قدی دره گفته بود. از طرفی چپ به این طرف. بیایید رفتیم. یوسف فاضل کلی فرا گفتم به تو فاضل نمیفهمی فرا میگویم فرا تیز فرا با من نگاه کن فاضل با تو میگویم فرا ابلهی دیوانه کلی فرا فاضل ایستو کنیستو فرا میگویم به تو فاضل انا همون درخت ای فاضل دیوانگی نکن فرا میگویم احمق انا در اینجاست در بالای درخت با تو میگویم فرا بخیر هستم شری ماندای کار فاضل فرا زینب در کجاست فاضل دخترم را برگردان فاضل فرا میگویم سلاش رو گیرد زینب در کجاست فرا میگویم فرا فاضل دخترم کنی دخترم یوسف الیف یوسف یوری ده با من الیف یوری ده الیف یوسف Dolu dizgin akan sular durulacak bekle de gör karşı duran fırtınalar yorulacak bekle de gör karşı duran fırtınalar yorulacak bekle de gör pervane aşıklar sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak gidenle gitmedi umutlar bitmedi bir gün güneş doğacak pervane aşıklar sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak gidenle gitmedi umutlar bitmedi bir gün güneş doğacak